ماه مبارک رمضان تو خونه ما متأهلا چجوری میگذره؟ همونطور که از اسمش هم مشخصه، مبارک برای آقایونه. چرا آقایون؟ خب چون رمضان اسم مرده و مبارک برای رمضان میشه مبارک برای آقایون. در حالی که روزه‌داری برای آقایون با خوابیدن و استراحت کردن میگذره، ما خانم‌ها بعد از صبح که بیدار میشیم طبق روال همیشه به کارهای خونه و بچه‌ها برسیم و همزمان به فکر سحری و افطار هم باشیم. باز روزهای دیگه میشه با نیمرو و املت سر ته قضیه رو هم آورد، ولی رمضان هم کاری توی خونه هم که صفر. انگار روی کره زمین فقط اینا که روزه میگیرن. طول روزم که یه جوری همین که سرشون به زمین میرسه خوابشون میبره که انگار 3 روزه نخوابیدن. من موندم یه آدم چه جوری میتونه هر موقع که دلش خواست خوابش ببره. تازه این چرتا فقط برای قبل افطار نیست، بعد افطار هم همینه. و هر از گاهی بین چرتاشون چشم باز میکنن و میگن خانم یه چایی به ما میدی به خودمون بیایم؟ پاشو یه 2 تا کار خونه بکن، به خودت میای. والا انقدر که آقایون دلبسته و عاشق چایین، فکر کنم اگه قبل مرگشون ازشون بپرسی آخرین خواستت چیه، میگن چایی. امسالم که ماه رمضان مصادف شده به خونه تکونی عید. قبل افطار گشنن حال ندارن، بعد افطارم که خوردن و سنگینه. بهش میگم ما که دیگه امسال خونه تکونی نکردیم، حداقل پاشو این پرده رو باز کن بده خوشویی، یه نوری بیاد تو این خونه. میگه ول کن، 5 ماه دیگه قراره از این خونه در بیای. من که دیگه امیدی ندارم. از بینتون اگه کسی هست که شوهرش توی کار خونه بهش کمک میکنه، اسم منم زیر دمپاییش بنویسه. شاید فرجی شد. خلاصه که اگه مجرد اینو خونه مامانتون، شما مثل آقایون لذتشو ببرین، چون بعد ازدواج خبری از این خوشگذرونی‌ها نیست.